الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته مطالبی رو درباره شناخت نعمت‌های پروردگار خدمت شما عرض کردم که شناخت نعمت‌های الله متعال اولین قدم و اولین اصل در بیداری از خواب غفلت هست. بیداری از خواب غفلت اولین مرحله و اولین منزل در مسیر سیر و سلوک الی الله هست. یعنی این که تا زمانی که انسان غافل هست، تا زمانی که قلب انسان در خواب هست، احساس نمی کند، امکان ندارد که انسان به طرف پروردگار حرکت بکند و در مسیر سیر و سلوک الی الله قرار بگیرد. انسان باید بیدار باشد تا آنکه حرکتی را داشته باشد. انسانی که در خواب فرو رفته، از او هیچ انتظاری نیست و هیچ اقدامی را نمیتواند بکند. در جلسه گذشته عرض کردم که اولین اصل بیداری از خواب غفلت و اولین رکن و اساسش شناخت نعمتهای الله متعال هست و در این زمینه مطالبی رو عرض کردم. دومین اصلی که خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه ذکر کرده بود این هست که جرمهای خود از خود دیدن، یعنی این که انسان مسلمان در کنار نعمتهای فراوانی که الله متعال به او عنایت کرده و باید شکرگزار نعمت الله متعال باشد، در کنار آن باید کوتاهی خودش را و کمکاری خودش را و جرم و جنایت و عصیان و معصیت خودش را هم در نظر داشته باشد. اهمیت این گناهان را، خطر این گناهان را و قباحت این گناهان را باید در نظر داشته باشد. زمانی که انسان گناه را بشناسد، خطر گناه را بشناسد، قبح و زشتی گناه را بشناسد، برای اصلاح آن فکری خواهد کرد و برای رهایی از عوارض سوی این گناه راه و چاره‌ای می‌اندیشد. پس بنابراین یکی دیگر از اصول و ارکان یقظت و بیداری از خواب غفلت این هست که جرمهای خود از خود دیدن، که انسان مسلمان کوتاهی رو که انجام داده، جرم و جنایتی را که مرتکب شده، عصیان و معصیتی را که از او سر زده، اینها را بشناسد و کیفیت این گناهان را، آثار سوء این گناهان را، عوارض نامطلوب این گناهان را بر سعادت دینی و دنیویش، بر سعادت دنیا و آخرتش این آثار را باید بشناسد. و شناخت معصیت و شناخت گناه با سه چیز کامل می شود. یک شناخت کامل و دقیقی خواهد بود. این سه چیز عبارتند از اول این که تعظیم حق را ما باید در قلبهای خودمان داشته باشیم. هر کسی که عظمت الله متعال و جایگاه الله متعال در قلبش زیاد باشد و شناختش نسبت به پروردگار زیاد باشد
مخالفت کردن با الله متعال برایش سنگین‌تر خواهد بود. یعنی به هر میزانی که شما برای پروردگارتان عظمت قائل باشید، احترام و حرمت قائل باشید، شناخت بیشتری را به پروردگارتان داشته باشید، قرب بیشتری را، امید بیشتری را به پروردگارتان داشته باشید، به همان اندازه از مخالفت و عصیان و نافرمانی پروردگارتان دور خواهید بود و نافرمانی و معصیت را بزرگ خواهید دید. قطعا مخالفت کردن با ذات عظیم و با عظمتی مانند مخالفت کردن و عصیان یک انسان عادی نیست. حتی در زندگی روزمره ما، انسانی که در جامعه ما از مقام بالاتری برخوردار هست، شرافت اجتماعی دارد، جایگاه ویژه‌ای را در جامعه دارد، به حیث سردار و ریش سفید مطرح هست، مخالفت با چنین فردی بسیار عظیمتر و قبیحتر هست از مخالفت با یک فرد عادی. پس بنابراین هر چند که انسان عظمت الله متعال در قلبش بیشتر باشد، تعظیم بیشتری را به حق تعالی قائل باشد، به همان درجه از الله متعال خواهد ترسید و مخالفتش بر او گران خواهد آمد. ما نباید گناه را در نظر بگیریم که ما چه اندازه گناه کردیم. گناه هر چند کوچک باشد، هر چند اندک باشد، شما به گناه خودت و معصیت خودت نظر نکن که گناه و معصیت من، نافرمانی من بسیار اندک هست. من یک سنتی رو ترک کردم، یک امر مباهی رو، یک امری رو که مستحب هست من ترک کردم، یک دستوری رو که واجب هست ترک کردم، نه اینکه فرض باشه به تغییر و تفاوت مراتب. گناه و معصیت تفاوت ندارد که شما یک کار گناه را انجام داده باشید، یک فرضی را ترک کرده باشید، یا اینکه یک کار مکروه و نامناسبی را انجام داده باشید. گناه هست. در این زمینه شما باید نگاهت به عظمت پروردگاری باشد که با او مخالفت کردید. شما بنگرید که با چه ذات با عظمتی شما از او عصیان کردید و نافرمانی کردید. به کوچکی گناه خودت نگاه نکن، به عظمت ذاتی نگاه بکن که از او عصیان و نافرمانی کردی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یک مقوله بسیار جالب و زیبایی دارد. میگوید که انسان مسلمان گناهش را مانند یک کوه بسیار بزرگی میبیند که هر لحظه امکان دارد که این کوه بر او سقوط بکند. کوه انسان در کنار کوهی نشسته که هر لحظه امکان دارد که این کوه بر او ریزش بکند. این دیدگاه انسان مؤمن و با ایمان هست نسبت به گناهش. اما انسانهای فاجر گناهشان را مانند مگسی میبینند که بر بینیش نشسته و با تکان دادن یک دست میفرد و از بین میرود. این نگاه نسبت به گناه بسیار مهم هست. هرچند که شما عظمت پروردگار رو در قلب داشته باشید، به همان مقدار و به همان میزان شما عظمت گناه را و خطر گناه را و این که چه گناه عظیمی را انجام دادید احساس میکنید. من در یک جایی از یک خطیبی شنیدم که این گونه میگفت که خدایا مگر ما چه کردیم؟ ما چقدر گناه انجام دادیم؟ یعنی گناهان خودش را ولو اینکه در مقابل رحمت الله متعال بود کم میشمرد. میگه ما که گناهی رو نداریم، ما که معصیتی رو انجام ندادیم. این گونه نیست. انسان مسلمان ولو این که گناه و معصیت خیلی اندکی را انجام داده باشد، اما زمانی که به عظمت الله متعال نگاه میکند که با چه ذات با عظمتی مخالفت کرده و با چه ذات عظیمی
نافرمانیش را کرده به عظمت گناه خودش ولو این که ریز و اندک باشد پی میبرد. و گزینه دوم برای این که ما گناهانمان را بهتر بشناسیم معرفت نفس هست. ویژگی های نفس خودمان و حالت و وضعیت نفس خودمان را بشناسیم که ما انسانها و نفس ما چه اندازه محتاج الله متعال هست. حقیقت نفس حقیقت نیازمندی هست، نیازمند به الله متعال هست، یک فقر ذاتی دارد نسبت به الله متعال که اگر یک لحظه نظر لطف و رحمت الله متعال از انسان گرفته بشود، انسان دچار مشکلات زیادی می شود. یک لحظه را هم انسان نمی تواند بدون لطف و رحمت الله متعال سپری بکند. وقتی که ما این زبونی خودمان را بشناسیم، وقتی که ما شدت و اوج نیاز خودمان را بشناسیم، وقتی که ما فقر و ناتوانی خودمان را بشناسیم که در برابر الله متعال ما چه اندازه نیازمند و فقیر و ناتوان هستیم، از طرف دیگر عصیان و نافرمانی الله متعال برای ما گران تمام خواهد شد. و واقعا این گونه هست. نافرمانی کردن و عصیان از ذاتی که شما در هر آن و در هر لحظه به اون نیازمند هستید واقعا نه کار عاقلانه‌ای هست و نه کار سبکی هست. واقعا سنگین هست که انسان بیاید از یک ذاتی که در هر لحظه و هر حال نیازمند او هست، نیازمند لطف و رحمت او هست، بیاید و از او مخالفت بکند، عصیان بکند. این نشان از این هست که ما نه الله را شناختیم و نه خود را شناختیم. کسی که عظمت الله را بشناسد و زبونی و نیازمندی فرد خودش را و نفس خودش را بشناسد گناه را انجام نمی دهد و گناه انجام دادن برایش سنگین خواهد بود. و گزینه سوم این که تصدیق به وعیدهای الله متعال. هرچند که انسان باور بیشتری را داشته باشد، بیشتر تصدیق بکند وعیدهای الله متعال را، برای اصلاح و برای عدم انجام گناه بیشتر میکوشد. وعیدهایی را که الله متعال برای گناهکاران ذکر کرده، جهنمی را که الله متعال برای کافران و گناهکاران و مشرکان فراهم کرده، عذابهای سختی را که الله متعال وعید داده، ما را ترسانده از اون عذابها. هرچند که شما بیشتر ایمان داشته باشید به گفتار پروردگار، هرچند که باور شما قویتر باشد به وعیدها و تهدیدهای پروردگار، به همان اندازه شما بیشتر مراقب و مواظب خودتون خواهید بود. مدار سعادت و مدار خوشبختی و انگیزه اصلی برای پرهیز از گناه تصدیق وعید و باور تهدیدهای الله متعال هست. قلبی که وعیدهای الله متعال رو باور ندارد و ایمانی ندارد، این قلب خرابی هست، قلب فاسدی هست و اصلاح کردن چنین قلب کار بسیار سختی هست. الله متعال در قرآن کریم این نقطه را بسیار تأکید کرده که این قرآن پندی هست و نصیحتی هست، منتها برای کسانی که از وعید الهی میترسند، برای آن کسانی که از تهدیدات الهی حساب میبرند. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره، برای کسانی که از عذاب آخرت میترسند. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، با این قرآن پند بده آنهایی رو که از وعیدها و تهدیدات الهی میترسند و بیم دارند. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، کسانی که از
ایستادن در پیشگاه الله متعال واهمه دارند و از وعیده های پروردگار می ترسند. بنابراین این سه مورد و سه گزینه باعث می شود که معرفت ما به گناه و عظمت گناه بیشتر بشود. تعظیم پروردگار و شناخت عظمت الله متعال و شناخت نفس خود ما و نیازمندی فطری و ذاتی که به پروردگار داریم و تصدیق وعیده ها و باور کردن تهدیده های الله متعال. مورد سوم و رکن سومی که در باب بیداری از خواب غفلت هست و شیخ الاسلام انصاری رحمت الله علیه با این عنوان یاد کرده که عیار روزگار خود از زیادت و نقصان شناختن و دائم از جمله مکر ترسیدن. یعنی این که انسان مسلمان باید حساب کارش را در دست داشته باشد، میزان حسنات و سیئاتش را در نظر داشته باشد، محاسبه‌ای داشته باشد که چه مقدار از عمر من گذشته و چه مقدار دیگر باقی است. در عمر گذشته خودم من چه کارهای مفیدی را برای دین و دنیام انجام دادم و چه فرصتهایی را من از دست دادم. عیار روزگار خود را از زیادت و نقصان شناختن و در بیم این بودن که خدای ناکرده اجل من فرا برسد و این مهلت و فرصت از دست من برود. این یک اصل هست برای بیداری از خواب غفلت. اگر ما می‌خواهیم که از خواب غفلت بیدار بشویم، چاره ای جز این نیست که گذشته خودمان را و اعمال خودمان را یک مروری بکنیم که ما چه کردیم در گذشته خودمان. این عمر خودمان را، جوانی خودمان را، قدرت و توان و نیروی خودمان را در چه زمینه‌ای مصرف کردیم؟ آیا امروزه چیزی عاید ما می شود؟ از کارهای خیر و ثواب و طاعت و بندگی در نامه اعمال ما و در میزان ما حسناتی هست یا خیر؟ آیا در این عمر گذشته من 40-50 سال یا کمتر و بیشتر به اندازه این عمر من از این زمان استفاده کردم؟ دارایی من امروز که من دارم و پسندازی که من دارم با این عمر گذشته من سازگار هست، همخوانی دارد یا خیر؟ این نفس هایی که من و شما میکشیم و لحظاتی از عمر ما که سپری می شود، هر لحظه‌ای و هر نفسی که بدون از عبادت و تقرب به درگاه الله متعال باشد، این در روز قیامت حسرتی خواهد بود. و هر گونه هدر دادن وقت و غافل شدن از الله متعال یک توقفی هست و ایستی هست در مسیر سیر و سلوک الی الله. هرچند شما غافل باشید، هرچند شما فرصت را بیشتر از دست بدهید، بدین معنی هست که شما در این راه بیشتر خواهید ماند و عقبتر خواهید ماند. و هرچند که شما بیشتر غافل باشید، هرچند که بیشتر این عمر را هدر بدهید، بدین معنی هست که این غفلت شما و هدر دادن عمر یک حجابی هست برای رسیدن به الله متعال. بسیاری از ما انسانها عادت داریم که وقت خودمان را بی رویه مصرف میکنیم، بیجا مصرف میکنیم، نه برای منفعت دینی و نه برای منفعت دنیوی. همین یک لحظه ای را، حتی چند دقیقه ای را که شما با چند نفر از دوستانتون می نشینید و غافل از یاد خدا می شوید، یک فردی می آید وقت شما را می گیرد 5 دقیقه 10 دقیقه و از الله متعال غافل می شوید، کار مفیدی را انجام نمی دهید. شما فکر بکنید در همین چند دقیقه شما می توانید صدها بار تسبیح بگویید، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر.
با این تسبیحات اگر شما 100 مرتبه تسبیح گفتید، به این معنی هست که شما 100 درخت را برای خودتون در بهشت غرس کردید و کاشتید. در 5 دقیقه، در 10 دقیقه چه اندازه شما می توانید تسبیح و تهلیل بگویید و ذکر الله متعال را به جا بیاورید. فردی که می آید و وقت شما را در 5 دقیقه و 10 دقیقه می گیرد، مانند این هست که یک باغ بسیار بزرگی را از شما آتش زده باشد. چه خسارت بزرگی هست و چه زیان عظیمی هست، اما ما احساس نمی کنیم. پس بنابراین یکی از ارکان بیداری از خواب غفلت عیار روزگار خود از زیادت و نقصان شناختن هست، که ما بشناسیم که چه کردیم و چه باید بکنیم، چه فرصت‌هایی رو از دست دادیم و چقدر فرصت برای ما باقی هست. برای این که معرفت ما به این نوع زیاد بشود، به این اصل، برای این که شناخت ما به زیادت و نقصان که از عمر ما چه گذشته و چه مانده، از اعمال ما چه گذشته و چه مانده، این معرفت ما بیشتر بشود، 3 امر بسیار مهم و اساسی هستند. 3 نقطه اساسی وجود دارد که اگر ما به این 3 مورد عمل کردیم، اینها را آویزه گوشمان قرار دادیم و در فکر این موارد بودیم، ما می توانیم که بشناسیم عظمت این فرصتی را که از دست دادیم، عظمت خسارتی را که عاید ما شده، عظمت کارهایی که ما می توانستیم انجام بدهیم و ندادیم و ارزش این وقت باقی مانده و عمر باقی مانده‌ای که برای ما هست. این 3 نقطه اولینشون سماع علم هست، فرا گرفتن علم. هرچند که شما دانش شما، علم و آگاهی شما نسبت به اعمال و عبادات بیشتر باشد، به همان اندازه شما بیشتر می توانید احساس بکنید چه ضرر و زیانی را متحمل شدید یا چه سود و بهره ای را بردید. اعمالی رو که انسان انجام میدهد، اهم از نماز و روزه و زکات و حج و عبادات نفلی و عبادات فرضی که در چه زمانی انجام بگیرند، این دعا در چه زمانی گفته بشود و این زمانهای برگزیده‌ای مانند شب قدر و ماه رمضان و بقیه مواسم که ارزش بیشتری را دارند، هر چند که شما بیشتر آگاهی داشته باشید به ثواب اعمال و به ارزش اعمال، شما خواهید دانست که در گذشته چه کاری را انجام دادید، چه کارهای مفیدتر و پربارتر و پرثوابتری را انجام دادید و چه فرصتهایی را شما از دست دادید که می توانستید این کارها را در آن فرصتها انجام بدهید و انجام ندادید. پس بنابراین هر چند معرفت شما بیشتر بشود به نوع عمل، به ارزش و جایگاه عمل، به ثواب عمل، به همان اندازه معرفت شما به زیادت و نقصان، به سود و زیان خودتان بیشتر خواهد بود. نقطه دوم اجابت داعی هست. داعی التزام بدین، پایبندی بدین. شما التزامتان با بدین چه اندازه هست؟ اجابتتون به دعوتهای الهی تا چه اندازه هست؟ آیا وقتی که داعی الهی سراغ شما می آید و یک کاری را، نمازی را، روزه‌ای را، زکاتی را، حجی را، صدقات و خیراتی را از شما می خواهد، شما اجابت می کنید یا اینکه به تأخیر می اندازید؟ نگاه بکنید که در فرصتهای گذشته الله متعال از شما نماز خواست، روزه خواست، زکات خواست، حج خواست، عبادتهای دیگر را خواست. آیا شما انجام دادید یا انجام ندادید؟ انجام عبادات شما فوراً بوده یا با تأخیر بوده؟ سر وقت انجام دادید یا سر وقت انجام ندادید؟ هرچند شناخت شما بر این نقطه بیشتر بشود، به همان اندازه شما خواهید دانست که چه اندازه در زمان گذشته شما ربح و سود انجام دادید و عایدتان شده و چه اندازه ضرر و زیان به شما رسیده. و نقطه سوم صحبت صالحین هست.
همنشینی با انسانهای نیکوکار، همنشینی با کسانی که در این زمینه و در این راستا و در مسیر سیر و سلوک الی الله از ما جلوتر هستند. وقتی که انسان مردمان نیکوکاری رو میبیند که تلاش میکنند، زحمت میکشند، اهل نماز و روزه هستند، اهل نمازهای نفلی و روزه‌های نفلی و زکات صدقه هستند و عبادات نفلی بیشتری رو انجام میدهند، اهل ذکر و دعا و قیام اللیل هستند، هرچند که ما بیشتر این انسانها رو ببینیم، همنشین این انسانهای برگزیده الله متعال و اولیاء الله باشیم، هرچند که بیشتر ببینیم که به چه صورت از زندگی خودشون و از عمر خودشون استفاده میکنند، ما بیشتر پی خواهیم برد به این که ما چه اندازه عقب هستیم، چه ضرر و زیان عظیمی رو ما در گذشته متحمل شدیم و متاسفانه به خاطر غفلت حتی نمیدانیم که چی چیز رو از دست دادیم. پس بنابراین برای این که معرفت ما یک معرفت کاملتری باشد، هم نسبت به پروردگارمان، هم نسبت به نفس خودمان و هم به تصدیق وعیدهای الله متعال و هم در زمینه‌های بعدی شناخت ضرر و زیان و سود و ربحی را که تا کنون عاید ما شده، باید در این زمینه سعی بکنیم، تلاش بکنیم، آیات قرآن و احادیث رسول الله و توصیه‌های بزرگان و مواعظ داعیان و دعوتگران را آویزه گوش خودمان قرار بدهیم تا اینکه سعادت دین و دنیا انشاءالله عاید ما بشود. زمانی که انسان به این درجه از معرفت برسد، یعنی این که هم نعمتهای الله متعال را بشناسد و هم جرمها و جنایتهایی را که خودش انجام داده بشناسد و هم حساب کار از عمرش در دستش بیاید که من چه کردم و چه نکردم و چه فرصتهایی از دست من رفته و چه فرصتهایی جلوی روی من هست، چون این انسان زمانی که به این معرفت برسد سعی خواهد کرد که جبران گذشته بکند، گذشتهش را جبران بکند و آیندهش را اصلاح بکند. جبران گذشته و اصلاح آینده و از بین بردن عوارض گناه را انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. تا آن زمان تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.